دادگاه عالی تاجیکستان مهلت جزای 25 ساله سید قیام الدین غازی که در سالهای 90 همچون گنرال مردمی معروف بود کم کرد و 25 سال 18 سال او طرح شد و به همین ترتیب 7 سال دوره جزا برای سید قیام الدین غازی باقی ماند. امروز دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی اطلاع داد و در سامانه رسمی این دادگاه این خبر به طور مفصل گذاشته شده است. طور مسئولان محبس ناحیه وحدت که با نام کریپیشن بیشتر معروف است در صحبت به رادیو آزادی گفتند که این عریضه از همین جا، یعنی جایی که خود سید قیام الدین غازی دوره جزاش را سر کرده ایستاده است به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد. 189 305 307 اینو چی هستن؟ این چی دیگه برنامه چی رو ببینیم که چی هست. با چی گناهگار کردن شما رو؟ به همین موضوع ها رو گناهگار. شما با همین اتهام راضی هستین یا نه؟ راضی نیستم. اول گفتم. همچنین اجازه داده شد که پیوندانی او از او خبر گرفتند و تا روز شنبه، یعنی تا فردا به همسری او اجازه داده شد که با او بماند و ملاقات کند. سید قیام الدین غازی یکی از چهره‌های معروف دانسته میشد که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان از چهره‌های نمایان بود و در سال 1997 پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان در کمیسیون آشتی ملی فعالیت داشت و در بخش مهاجرت کار میکرد. طوری ما در نوارها می‌بینیم سید قیام الدین غازی در راه برگرداندن شهروندان تاجیکستان از افغانستان و تاجیکستان سهم مهمی داشته است که اون با اردن شرف از طرف حکومت تاجیکستان مشرف گردانیده شده است. سید قیام الدین غازی در سال گذشته در هنگام سفرش به سن پترزبورگ از طرف مقامات روسیه بازداشت شد و به تاجیکستان استرداد شد و در سال گذشته به او 25 سال حکم یعنی داده شد از طرف دادگاه شهر دوشنبه که بر اساس 3 ماده، یعنی که برانگیختن نزاع ملی، خیانت به وطن محکوم شد و در این دوره که وی در محبس بود نزدیکان او بارها از طریق رسانه ها به حکومت تاجیکستان از جمله به پرزیدنت تاجیکستان مراجعت نمودند که در نسبت اون تجدید نظر کرده شد و آزاد کرده شود. حالا نزدیکان سید قیام الدین غازی در صحبت با رادیو آزادی میگن که امیدوار هستند که این 7 سالی او هم طرح کرده شد و هر چیز زودی به آزادی برد، زیرا سلامتی او گویا که چندان خوب نیست.